اگه میخوای یه فرش خوب برای خونت انتخاب بکنی، این ویدیو مخصوص خودته. اگه خونت کوچیکه و نورپردازی کمی داره، بهترین گزینه فرشای روشنن، مثل فرشای کرم، نقره‌ای و فیلی که این فرشا روشنایی و حس بهتری رو به خونت میدن. و اما خونه‌های بزرگ با نورپردازی بهتر، برای خونه بهترین گزینه رنگ‌های تیرن، رنگ‌های مثل لاکی، سرمه‌ای و توسی که اینها به فضا عمق و حس بهتری رو القا میکنن. و اما بهترین گزینه برای خونه‌های مدرن، طرح‌های مینیمال با رنگ‌های روشن مثل کرم و طلایی. بهترین گزینه‌ها برای خونه‌های مدرن اینجور طرح‌ها و سبک‌هاست. و اما اگه خونه‌ات سنتیه و کلاسیک پسندی، بهترین طرح‌های لچک ترنجیان و افشان با نقش‌های اسلیمی و خطایی. پس انتخاب یه رنگ و طرح خوب نه تنها زیبایی بلکه تعادل و توازن رو به خونه‌ات هدیه میکنه. پس